درود بر دوستان عزیز. خیلی سپاسگزاریم که بنده را دعوت کردین در این ارائه و امیدوارم که ارائه خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم، بتونیم یک کلیتی رو از بحث یادگیری تقویتی و یه مثالی رو هم با هم دیگه به صورت عملی پیاده سازی بکنیم، ببینیم که چجوری این داستان. بپردازیم به مطلب. اول از همه این که یه کلا نمیدونیم حالا دوستان چقدر کار کردن تو زمینه یادگیری تقویتی یا چقدر مطالعه داشتن، ولی یه تئوری کلی از یادگیری تقویتی بهتون میگم که چه شکلیه، چه فرقی با بقیه شیوه های یادگیری ماشین داره، چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی داره و اینکه حالا کلا کامپوننت های اصلیش چیه و در نهایت هم یه پیاده سازی میکنیم. قصدمون اینه که حالا توی تایتل ارائه هم بود که یه NPC ترین بکنیم که بیاد و حالا یه تسکی رو برای ما انجام بده با یک سری الگوریتم‌های خاصی که داره. با دو مدل الگوریتم ما اینو پیاده سازی میکنیم که یکیش میشه دیپ reinforcement learning که از تکنیک‌های دیپ لرنینگ ازش استفاده میشه و یکیش هم که از روش‌های کلاسیک یادگیری تقویتی. خب اول اصلا این که ببینیم که اصلا چرا یادگیری تقویتی، اصلا یادگیری تقویتی چی کار میکنه. خیلی کلی بخوایم بگیم و بخوایم ببینیم که چیه. قصدمون اینه که ما فرض کنید که یک ایجنتی داریم، حالا به معنی واقعا تحت لفظیش یک عاملی داریم، به قول معروف یک ایجنتی داریم، مأموری داریم، عاملی داریم که میخواد بیاد و ما میخوایم که اون بیاد و یک سری تسک ها، یک سری کارها رو برای ما انجام بده. مشکلی که داریم اینه که دیتا ست فیکس نداریم، دیتا ستی که از قبل معلوم باشه که میخواد چی کار بکنه ما اینجا نداریم در یادگیری تقویتی و میخوایم که مدل بره درون محیط یا environment و خودش اونجا آموزش ببینه یا ما بهش آموزش بدیم که چه شکلی رفتار بکنه و یک سیاست، یک هدف، یک ارزم بوده شما پرپس یا هر چی که میخوایم بهش بگیم رو یاد بگیره و اون رو پیاده سازی بکنه برای ما. به عنوان مثلا همین مثال خودمون NPC میخوایم طراحی بکنیم، نان پلیر کاراکتر میخوایم طراحی بکنیم که بیاد و یه تسکی رو برای ما حل بکنه. تو مثال ما یک 1000 تویی رو بخواد جوابش برسه، در ادامه هم تو هم 1000 تویی یه پلیری، حالا شبه پلیری که رندوم حرکت میکنه رو بیاد و مثلا اونو بگیرتش، کچش بکنه، مثل بازی فرضاً پکمن و اینها که حالا دوستان بازی کردن و آشناییت دارن. و ساده‌ترین مثال این که حالا یادگیری تقویتی کجا استفاده میشه، دم دستی ترین مثالش که البته مثال خوبی هم هستش، خیلی با همین موضوعات اینو یاد گرفتن، بحث ارزم بزرگشون همین NPC ها هست. اولین بارم آلفا گو اومد و یه NPC طراحی کرد. مثلا ببینیم اگه مثلا بیادش اینجا که شطرنج بود، در واقع یه ایجنتی طراحی کردن که اومد شطرنج یاد گرفت و گری کاسپاروف رو شکست داد. حالا اینجا نیاوردیمش، مثلا صفحه ویکی‌پدیاش هم هست و شرکت فکر می‌کنم دیپ مایند بود که این رو طراحی کرد اون زمان و دهه 80 اواخر دهه 80 میلادی بود که اومد و بازی کرد و تونستش اون زمان ورلد چمپیون شطرنج نفر یک گرند مستر شطرنج هم کاسپاروف بود، اون رو شکستش داد و تونست که این قدرتش رو ثابت بکنه. حالا کلا خیلی مقدمه‌مون طولانی شد، این بحثا رو بذاریم کنار، ببینیم حالا مثلا ایجنت ما چه شکلی یادگیری انجام میده، یادگیری نحوش به چه صورتی. ایجنت ما بر اساس ریوارد یعنی پاداش و پنالتی یا جریمه یادگیری خودش رو انجام میده و آموزش میبینه که چی کار باید بکنه. یعنی کانالی که باش با محیط در ارتباطه، انوایرونمنتش در ارتباطه، مهمترین کانال ارتباطیش همین ریوارد هستش. حالا در ادامه توضیح میدیم ببینیم داستان چیه و انوایرونمنت چیه. انوایرونمنت کلا حالا خیلی سریع توضیح بدم، فضایی هستش که ایجنت باهاش در ارتباط، به قول معروف محیطیه که ایجنت، هر چیزی که ایجنت ما باش اینتراکشن داشته باشه رو بهش میگن environment. حالا مثلا توی مثال ما اون
مازی که قرار حل بکنه درونش NPC حرکت بکنه، اون مثلا میشه انوایرمنتش هست. یه توضیح هم بدم حالا در مورد تفاوت یادگیری تقویتی و سوپروایز لرنینگ یا یادگیری نظارتی چیه که حالا معمول ترین نوع یادگیری هستش توی روش های یادگیری ماشین. شما اینجا تفاوت‌ها فوق‌العاده زیاده. تفاوتی که اصلا مهمترینش اینه که شما دیتای لیبل شده ندارید، اصلا استاتیک دیتا ست ندارید، اصلا دیتا ست ندارید. خیلی روک بگیم هیچ دیتا ستی ندارید. شما یک محیط دارید، یک انوایرمنت دارید که اینتراکتیو یعنی چی؟ یعنی قابل اینه که شما قابلیت این رو داره که شما باش ارتباط بگیرید و یک سری شرایطی داشته باشه که بتونید مشاهده بکنید و در اون محیط عملیات انجام بدید. دیگه ارزم به حضور شما که یه نکته دیگه ای که هست اینه که سوپروایزد لرنینگ وان استپ پردیکشنه، در صورتی که reinforcement learning سیکونشاله. خب یعنی چی؟ وان استپ پردیکشن یعنی که شما مدلتون رو ترین میکنید، حالا هر روشی که هست، حالا دیپ لرنینگ، ماشین لرنینگ، الگوریتم‌های مختلف، و در نهایت این مدل که ترین شد خودش میاد و حالا شما از اون وزنایی که استخراج کردید، یادگیری که انجام دادید استفاده میکنید و پردیکشن رو انجام میدید و حدس میزنید. در صورتی که یادگیری تقویتی به این صورت نیست. یادگیری تقویتی به صورت دنباله‌ایه، در اپیزودهای مختلف انجام میشه. حالا در ادامه در مثال اینا خیلی بهتر میبینیم. و هدف در یادگیری نظارتی یا سوپروایزد لرنینگ به صورت فیکس هستش، یعنی به قول معروف فیکس ابجکتیو. اینجوریه که شما از قبل مثلا یه تسک کلاسیفیکیشن دارید، یه تسک ریگرشن دارید، میدونید که به دنبال چی هستید و برای همون طراحی میکنید و بر اساس حالا متریک هایی که هست، چون هدفتون فیکسه، میتونید یه سری ایوالویشن های انجام بدید، مثل ریکال، مثل پرسیژن، اینایی که حالا بود قبلا و اینا. و حالا مثلا من چیزشو بیارم، اینا فقط به درد همین کلاسیفیکیشن و اینا میخورد، حالا توی درس ها بود، داده کاوی یا این چیزا و یادگیری ماشین اینا. چرا؟ چون شما اول از همه برای اینکه اصلا بخوای صحت یه قضیه رو به این صورت، حالا مثلا ریکال پوزیشن به دست بیاری، باید بدونی که داده درستت چیه، داده فیکس اصلی که ترین شده چیه و بعد بیای با اون مقایسه بکنی. مثلا اکیورسی همونجوری بود دیگه. صحت رو چیکار می‌کردی؟ حالا یه فرمولی بود، حالا فرمولش مثلا ندارم، برای رگرشن مثلا MSE که لاس فانکشنش بود، میومد که وای ترو ولیو رو منهای، یعنی لیبل ترو ولیو رو منهای لیبل پردیکتد میکرد و به دست میورد. اینجوری بود. ما این رو در یادگیری تقریباتی نداریم و همش کل یادگیری با پاداش ها و جریمه ها و همینطور ارتباط با محیط انجام میشه. تقریبا 90% راحت بگم 90% یادگیری تقریباتی همین چند تا کامپوننتی هستند که اینجا براتون آوردم و چیان ایجنت هستند که دیسیژن میکر، تصمیم گیرنده است، انوایرمنتی که گفتیم، محیطی که باش ارتباط داره، استیت، وضعیت هایی هستن که ما داریم درون سیستممون، اکشن ها هستن که کارهایی که اکشن چیه؟ اکشن کاری که ما از یک وضعیت در یادگیری تقریباتی به یک وضعیت دیگری میبره و ریوارد هم که گفتیم مهمترین کانالیه که شما با محیط ارتباط برقرار. خیلی سریع اینا رو خلاصه هر کدومشون یه ذره توضیح میدم و بعد میریم با هم دیگه گفتگویی میکنیم ببینیم که سوالی هست یا نه. ایجنت هم که گفتیم دیسیژن میکر، ایجنت ها علاوه بر این که ریوارد و پنالتی میگیرن، یعنی که با جریمه و پاداش میگیرن، یه چیز دیگه هم که قابلیت دیگه هم که دارن به عنوان کانال دومشون و کانال ضعیف‌ترشون اینه که میتونن محیط رو مشاهده بکنن. محیط رو میتونن مشاهده بکنن و شما این رو درون، حالا جلوتر میگم، ترانزیشن ماتریکس اونجوری رپرزنتش میکنید، بیانش میکنید که به صورت ریاضی قابل استناد باشه، قابل فهم باشه و مدل سازی و اینها. و در نهایت هم ایجنت هدفش این خواهد بود که توتال ریوارد یا به قولی اکیومولیتد ریوارد رو حد اکثر بکنه، یعنی فقط در این لحظه نباید کار بکنه. چرا؟ چون تقریبا تقریبی که نمیتونیم بگیم، خیلی از تسک‌ها هستن که وابستن به اینکه شما در نهایت توتال ریوارد، فاینال ریوارد نهایی خیلی خوب به دست بیارید. مثلا مثل بازی همین مثال همون NPC ها، گیم ها، شطرنج، چه میدونم، مورتال کامبت، پکمن، اینا
اینجوری ام پی سی هاشون هدفشون اینه که خب پیروز بشن یا چک میت بکنه، مثلا تو شطرنج مثلا تو مورتال کامبت شکست بده یا پکمن فلان بکنه و اینا. و انوایرمنت رو هم که توضیح دادم، تشکیل شده از قوانین، تشکیل شده از محدودیت هاست و همینطور پاداش ها، وضعیت ها و همینطور هم وضعیت هایی که با هر اکشنی عوض میشه. استیت هم که current situation، منطقه‌ای که الان ایجنت درش قرار داره، حالا مثلا پوزیشنی که NPC هست توش، پوزیشنی که پلیر هست توش، مثلا فاصله بین اینها و همه اینها در کنار هم. حالا توی این گرید هایی که بهتون نشون میدم میبینیم. اکشن هم که گفتیم کاریه که شما هم میتونید انجام بدید، کاریه که در واقع شما که نه ایجنتتون میتونه انجام بده و خیلی اوقات محدوده. البته دو نوع اکشن ما داریم، به صورت دیسکریت و به صورت کانتینیوس، گسسته و پیوسته. گسسته یعنی اینکه شما از یک اکشن، از یک استیت خاص با یک اکشن که انجام میدید به یک استیت خاص دیگه برید، فقط به یک استیت برید. و اکشن هاتون هم اینجوری باشن که مثلا توی مثال NPC پایین بالا چپ راست اینجوری مثلا توی صفحه شطرنج NPC بتونه حرکت بکنه. این میشه اکشن گسسته یا عمل گسسته، فعالیت گسسته. اینها پیوستش میشه مثل چی؟ مثلا ماشین های خودران، فرضاً چرخوندن فرمون چند درجه مثلا بخواد بچرخه، خب این یه فضای حالت پیوسته ای داره، یه فضای حالتش پیوسته هست و اینکه لزوما هم به یک استیت خاص نمیره. استیت های جلوتر رو شما اصلا نمیدونید چیه، مثلا توی تسک رانندگی یا کارهای دیگه. و این کانتینیوس چیزیه که الان جدیدن خیلی با دیپ لرنینگ دارن روش فعالیت میکنن و کار میکنن. و دیسکریت هم چیز کلاسیکیه که از قدیم بوده درون یادگیری تقویتی. و حالا ریوارد و پالیسی اینا رو توضیح میدیم و میریم یه دیالوگی با هم دیگه میکنیم. ریوارد هم که گفتیم که فیدبکی که از محیط میگیره، لزوما به معنی خوب بودن یا بد بودن یا یک نمره نیست، مثل یک پوینت یا مثل یه چه میدونم یه مثل نمره های دانشگاه نباید بهش نگاه کرد که مثلا بگیم که حالا فلان ریوارد مثبت یعنی خوب، فلان ریوارد یعنی بد. اینجوری نیست. نکته‌ای که هست اینه که شما ریوارد رو استفاده میکنید و همینطور مثبت و منفی و اندازه های مختلفش، میتونه کوچیک باشه میتونه بزرگ باشه، برای اینکه ایجنتتون یاد بگیره که چیکار بکنه، یاد بگیره که چی رو از محیط بفهمه، پالیسی رو بفهمه، سیاست رو بفهمه. سیاست چیه؟ پالیسی یا با پی بهش نشون میدیم استراتژی که ایجنت باید دنبال بکنه که با استفاده از اون استراتژی اکشن ها رو با توجه به هر استیتی که درونش هست انتخاب بکنه. یعنی در یک استیت خاصی هست انتخاب میکنه که الان چی کار بکنه. این پالیسی اینو خودش یاد میگیره در طول مسیر. ما خیلی تأثیری روی نمیتونیم بذاریم با کد مستقیم نوشتن. قصدمون اینه که با ریوارد و اینا اینها رو بتونه یاد بگیره. و دو مدل هم پالیسی داریم، دیترمینیستیک و استوکاستیک. دیترمینیستیک یعنی اینکه به صورت قطعی شما میدونید چه شکلیه. دیترمینیستیک یعنی چی؟ یعنی شما در اکشن آ که یعنی در استیت آ که قرار بگیرید، در استیت اس که قرار بگیرید، میدونید که اکشن آ رو باید انجام بدید. این میشه دیترمینیستیک، فقط یک اکشن داره. و نکته هم که هست اینجا خب دیگه اکسپلورینگ و اینا هم، جستجو و اینا هم رخ نمیده، در ادامه میبینید. حالا خیلی صحبت‌های من متاسفانه بیشتر تئوری شد تا الان، ولی در ادامه حالا جلوتر یه سری الگوریتم هم که بگیم می‌بینید که اینا چقدر حالا قابل فهم میشه و چقدر حالا الان می‌فهمیم که چه شکلیه، وگرنه فقط تئوری خالی واقعا خود هر کسی هم باشه خودش خسته میشه. و استوکاستیک چه شکلیه؟ استوکاستیک یا تصادفی، حالا تصادفی به معنی رندوم نه، به معنی همون مثلا فرآیندهای تصادفی که تو آمار بود. استوکاستیک پروسس، استوکاستیک چه می‌دونم دیزاین و اینا که بود توی آمار پیشرفته بود و اینا، ما هیچ وقت حالا تو رشتهمون نداشتیم. این میاد چیکار میکنه؟ میگه که شما یه استیت اسی دارید. خب این استیت اس باید ببینه که چقدر خوب هستش که من الان اکشن آ رو انجام بدم. بیام بسنجم چندین اکشن مختلف میتونم انجام بدم، بسنجم ببینم هر کدومشون چه شکلیه. و خب حالا که این قضیه فیکس نیست، یعنی شما ثابت نیستش که حتما فلان استیت رو داری، مثل حالت دیترمینیستیک حتما فلان اکشن رو انجام بدید، شما قابلیت چی داری؟ اکسپلور کردن داری، چی میگن، گشتن، جستجو کردن این
اینها رو توی محیط به چیزت میده، به ایجنتت میده و ایجنت باید توانایی اکسپلور کردن داشته باشه. در غیر این صورت اصلا چیزی یاد نمیگیره. این هم حالا میرسیم به تقریبا آخرین مطالب پایه‌ای این قضیه یادگیری تقویتی reinforcement learning. ببین حالا همه این حرفا رو زدیم، همه این حرفایی که میزنیم خب توی بحث دید تئوری بخوایم بهش نگاه بکنیم خب خیلی هم عالی. توی پیاده سازی چه شکلیه، مدل کردنش چه شکلیه، ما هر چیزی که در موردش صحبت میکنیم رو باید بتونیم به صورت ریاضی مدل سازیش بکنیم. یعنی چی مدل سازی بکنیم؟ زمانی که مدل سازی بکنیم اتفاقی که میفته اینه که شما میتونید از اون داستان استفاده بکنید، از اون داستان چیز یاد بگیرید، اون رو متوجه بشید و پیش بینیش بکنید و باهاش کار بکنید. یکی از اولین الگوریتمایی که اولین حالا روش‌هایی که استفاده شد در یادگیری تقویتی بحث مارکوف دیسیژن پروسس بود، یا پروسه یا فرایند تصمیم مارکوف. یا حالا نمیدونم مارکوف چی بوده، ولی خب یه چیزی هست یه توی علم ریاضی به عنوان فرایند تصمیم مارکوف که میاد و مدل سازی میکنه این بحث ایجنت ها رو، استیت ها رو و اینکه شما چه شکلی از اینا به همدیگه برید، بحث ریوارد رو و بحث دیسکانت فاکتور رو، که دیسکانت فاکتور یک هایپر پارامتریه که به شما نشون میده که در چقدر حالا ایجنتتون آینده نگری داره. بحث آینده نگری و حریصانه بودن هم یکی از همون 90% چیزایی که مثلا گفتم توی حالا reinforcement learning هستش و یکی از کور کانسپت داشته که اصلا این چیزا رو یاد بگیرید، بفهمیم و بدونیم چی دیگه تقریبا داستان رو فهمیدیم چه شکلی کار میکنه. مارکوف دیسیژن پروسس چیکار کرد؟ اومد، حالا تو این شکل ملاحظه میکنید، اومد و مدل سازی کرد و گفتش که خب من به صورت یک گراف میام و استیت های مختلف رو همینطور که ببینید SF S1 S2 اینا رو نشون میدم و میگم که خب شما از این استیت ها اینجوری با هم دیگه به هم دیگه میتونید حرکت بکنید با مثلا فلان اکشن و خب حالا فلان ریوارد رو هم میتونید بگیرید. حالا اینجا مثلا شما ملاحظه میکنید ببینید که خب مثلا از صفر که استیت اولیه‌مون هست راهی به مثلا A0 فلش نزده، ولی خب در واقع همین اکشنی که در S0 انجام شده این رو بیان کرد. و یه چیز دیگه خیلی مهمی که اومد بیان کرد و خیلی کاربردی بود توی داستان بحث ترانزیشن ماتریکس بود. ترانزیشن ماتریکس یا ماتریس انتقالی چیکار کرد؟ اومد گفتش که آقا من برای اینکه بخوام بفهمم که از این استیت، حالا تو مثال ببینیم مثلا 4 تا مثلا استیت دارم، مال بعد فرضاً یک کارمند حالا یا تو خونشه یا سر کار، مثلا کامپیوتر سر کارشه داره با کامپیوتر کار میکنه یا داره کافی میخوره، قهوه میخوره، یا مثلا داره گپ میزنه با همکاراش و اینا. من میخوام ببینم که دینامیک این بحث ازم به حضور شما انوایرونمنت من چه شکلیه. یعنی چی؟ یعنی که اینا چه شکلی با هم دیگه در تماسن، چه شکلی کار میکنه. بحث همین، مثلا بحث همین دینامیک واقعا کلمه درستیه، یعنی بهتر از این من چیز بزنم نرسید. و بدون اینکه شما ریوارد رو نشون بدید، بدون اینکه ارزم به حضورتون بیایید نشون بدید که مثلا حالا در این استیت بودن خوب هست یا نیست، در اون فلان نمیدونم فلان استیت فلان اکشن رو انجام دادن خوب هست یا نه، و این چیزها رو دخالت بدید، میایید نشون میدید و میگید که وقتی در فلان استیت هستم چقدر احتمال داره که بقیه استیت ها برم. و مثلا نگاه بکنید هر کدوم از این نودهای این گراف 4 تا نود داریم. مثلا هوم رو که شما در نظر بگیرید، این فلشایی که ازش خارج میشه شرایطی هست که احتمال داره بعد از این که شما در هوم هستید اتفاق بیفته. 60% احتمال داره در همون هوم، در همون استیت هوم اون کارمند ما بمونه. 40% احتمال داره بره قهوه بخوره. و توی ترانزیشن ماتریکس سطر و ستون‌ها همه همون استیتامون هستن و احتمال اینکه از هر کدوم اون یکی بریم نشون میده. توی سطرها که ملاحظه میکنید شما چی دارید؟ شما استیت‌های قبلی رو دارید، توی ستون‌ها استیت‌های بعدی رو دارید. و خب طبیعتا هم احتمالش در نهایت برای هر سطری یک میشه که خب هم احتمال دیگه باید جمعشون یک بشه، جمع تمامی احتمال ها.
و این دینامیک رو خیلی جالب میشونه به شما نشون بده. سازوکار، نحوه حرکت انوایرمنت رو به شما نشون میده با یک ماتریس ساده. و خب از لحاظ ستونی هم اگه نگاه بکنیم 1 یا 100% نمیشه، چون حالا چون ماتریس از اون بر حرکت میکنه. یه ماتریکس اینه که ما از شرایطی که استیت کردن هستیم به استیت‌های بعدی رو میخوایم ببینیم، نه استیت‌های قبلی. این رو فرایند تصمیم مارکوف اومد و معرفی کرد و خیلی خوب کاربرد داشت برای اینکه شما بتونید بیاین و نشون بدید که استیتاتون چه شکلی هست. بعد حالا خلاصه این بیشتر بهش پرداخته شد، بهبود پیدا کرد، توسعه پیدا کرد و اومدن و چیکار کردن؟ اکشن ها رو بهش اضافه کردن. یعنی چی؟ یعنی که حالا شما فقط استیتاتون رو نمیبینید بلکه اکشناتون رو میبینید. توی این ترانزیشن ماتریس اولیه شما اکشنی ندارید که ببینید که مثلا من فرضاً توی نگاه بکنید مثلا وقتی داره کافی میخوره مثلا استیت بعدیش چی میتونه باشه؟ احتمالاً 10% کافی، احتمالاً 70% با همکاراش چت میکنه، صحبت میکنه، 20% هم احتمالاً میره پای کارش، برمیگرده پای کامپیوتر. ولی خب هیچ اکشن اینجا نیومده تو کار، فقط وضعیتان. اینا همشون وضعیت. اینا رو حالا اشتباه برداشت نکنید که چه شکلی. حالا مثال هم خودش ممکنه غلط انداز باشه. بعد اومدن چیکار کردن؟ ریاضی‌دانا اومدن و اکشن رو هم اضافه کردن. ماتریس شما شد 3D، سه‌بعدی شد. یعنی چی؟ یعنی که شما استیت آی رو دارید توی سطراتون و با توجه به اکشن مثلا کا میخواید برید به بعضا بزرگ شما استیت جی و همون هم هنوز ترانزیشن ماتریس، همون هم هنوز احتمال رو نشون میده. probability for I to J given action K. و اینجوری شد دیگه. اینو اینجوری اومد و به ما نشونش داد و خیلی هم به درد بخور بود از این قضیه. و در نهایت هم خود یادگیری تربیتی هم همینجوری کار میکنه. یعنی چه شکلی کار میکنه؟ یعنی اینکه یک ایجنتی رو شما میارید درون محیط، با محیط ارتباط برقرار میکنه تا زمانی که اپیزودهاش تموم نشدن هی یادگیری رو انجام میده و بعدش هم یک ریواردی رو دریافت میکنه. اپیزود چیه؟ اپیزود هم حالا توی کدا بهتون توضیح میدم. کتابخونه خیلی جالبی که حالا کلا هستش، کتابخونه جیمنازیوم هستش یا جیمنازیوم هستش و این کتابخونه یه لایبرری پایتونی هستش که برای شما یک سری انوایرمنت های رو پیش ساخته فراهم میکنه با یک سری استیت های خاص، با یک سری ارزم به حضور شما اکشن های خاص که همه اینا فیکس هستش. شما از این استفاده میکنید برای یادگیری. حالا من مثال ها در ادامه روی این نیست چون این فقط به درد همین یادگیری ساده و اینا میخوره و برای این الان میخوایم این مثال ببینیم که ببینیم کلا حالا این حرفایی که ما زدیم، این کامپوننت هایی که گفتیم، اینا چه شکلی در کنار هم قرار میگیرن در کد. و ولی خب خوبی هم که داره اینه که برای یادگیری خیلی خوبه دیگه این جیمنازیوم و اینستالش هم که خب مثل برای پایتون پی اینستال جیمنازیومه و فکر میکنم پایتورش هم نام پای پانداس اینا که باید داشته باشه خودش براتون میریزه. پایتورش رو نمیدونم میخواد یا نمیخواد. یک سری مثال ها داره. ما مثلا این مثال کارت پولش رو الان میخوایم ببینیم که در واقع حالا شاید اصلا بزرگ نباشه ولی الان می‌بینیم چه شکلیه. کارت پول برای ما چیکار میکنه؟ کارت پول یک کارتیه، مثلا کارت معنی انگلیسیش مثلا یه ماشینه که یه استوانه روش قرار گرفته. این استوانه میفته، خم میشه و در حالت افتادن قرار میگیره. اینجایی که شما دارید می‌بینید، شما با چپ و راست رفتن میتونید اینو از افتادن جلوگیری بکنید و صاف نگهش دارید. توضیحاتش هم خیلی خوب اینجا نوشته و برای یادگیری میگم خیلی چیز خوبی. اکشن اسپیستون رو نشون داده، چند تا اکشن دارید، 2 تا اکشن دارید، چپ و راست میرید. اینو دارم توی مثال میگم که اون حرفای تئوریم رو حالا بتونیم یه ذره نگاهی بهش بندازیم. ابزرویشن اسپیس داریم، فضای مشاهده داریم که لیمیت چپ و راست رفتنشه و حالا زاویه این استوانی و پلی که قرار گرفته و میتونه و داره میفته شما باید حرکت بکنید. و ریواردش رو هم اینجوریه که هر ثانیه که شما این رو صاف نگه دارید یه ریوارد مثبتی میگیری، پلاسوانی میگیری و وقتی میافتید این چیز میفته، پل میفته، این استوانی میفته، دیگه صفر میشه و دیگه اصلا اپیزود
به اتمام میرسه. فکر کنم تو داکیومنتش چیزم داشت، استیتاش هم داشت که الان دنبالش میرم، اکشن اسپیس، ابزرویشن اسپیس، ریوارد و حالا خب مهم نیست. حالا ببینیم که چه جوری است. کل بحث یادگیری چه شکلی اتفاق میفته. شما اول از همه این که میایید و یک انوایرمنت خودتون رو به قول معروف اینیشیالایز میکنید، درست میکنید و درون اون انوایرمنت کار خواهید کرد. این رو باید اول از همه تعیین بکنید، چرا که خب ایجنت بدون انوایرمنت که معنی نداره. بعدش تعداد اپیزود هامون رو انجام میدیم، میسازیم. در ادامه در بقیه الگوریتم هم حالا بهتون نشون میدم. اپیزود چیه؟ اپیزود تعداد، عزیزم بزرگ شما، تعداد استیت هایی هستند که از وضعیت شروع تا وضعیت ترمینال یا وضعیت پایانی شما این قدر استیت دارید. حالا یا به هدفتون میرسید یا اینکه یک شرایط دیگه ای پیش میاد. مثلا اینجا ترانسلیتد میشه. مثلا چی؟ یعنی اینکه یه حالا وریبل بولیانیه که میگه که اپیزود تموم شد به خاطر مثلا لیمیت یا اکسترنال لیمیت یا مثلا خطا یا چیزای دیگه. کلیت کار به چه صورته؟ شما یه حلقه فور دارید همیشه تو هر حتی روش‌های سنگین، روش‌های دیپ رینفورسمنت لرنینگ مثل دی کیو ان و اینا که امروز می‌بینیم، یه حلقه فوری دارید که استیت هاتون درونشه و تا زمانی که اپیزود هاتون برقرار هستن این حلقه اجرا میشه و تا زمانی که تمام نشده شما میگید که یک سری اکشن ها رو انجام بده. و ما اینجا گفتیم چی؟ ما اینجا گفتیم که اگه داشت میافتاد مثلا چپ، برو همون چپ، یا اگه داشت میافتاد راست، برو سمت راست، همین چپ راست، موو لفت و موو رایت. و کلا البته این یادگیری خیلی خاصی نداره. چیزی که داره اینجا اینه که این مثال قصدش بیشتر این بوده که فقط شما این روند یادگیری یاد ببینید و خیلی اوقات هم خیلی خودشون اینو به عنوان مثلا رندومش رو می‌نویسن. و حالا بریم مثلا یه اجراشو ببینیم. مثلا همین کارت پولی که شما الان می‌بینید در تصویر، اپیزودهاشو شما دارید می‌بینید و توی این توتال ریوارد اپیزود یکیش مثلا 39 شد، اون یکی نمیدونم چقدر شد. حالا این فکر کنم میلی ثانیه بود نه ثانیه، هر میلی ثانیه یه پوینتی میداد و این تموم شد. اینا حالا جلوتر یه NPC که طراحی بکنیم یه دقیق‌تر دستتون میاد که داستان از چه قراره و اینم حالا کلا روشی بود که اینتراکت می‌کردم با محیط. اگه سوالی نیست ما ادامه میدیم. خب بحث بعدی که هست، تا الان خیلی کلیت‌ها و کور کانسپت‌ها رو گفتیم و فهمیدیم چی به چیه. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که هست درون یادگیری تقویتی اینه که شما بتونید یک طراحی خیلی خوبی رو از ریواردتون یا پاداشتون نشون بدید. چرا؟ به خاطر اینکه ایجنت از این یاد میگیره که چیکار باید بکنه و چیکار نباید بکنه. ریوارد این سیگنالی که و گفتیم که مهمترین کانالی هستش که با محیط و با هدف ارتباط میگیره. و نکته‌ای که هست اینه که زمانی که می‌خواید ریوارد رو طراحی بکنید باید واضح بیان بشه، واضح باشه، واضح کدش حتی نوشته بشه که خود اکشن، خود ایجنت بتونه بفهمه که چه شکلی باید اینو انجام بده. به غیر از اون باید یه بالانسی داشته باشه، نه خیلی شما برای هر چیزی یه ریواردی بذاری، نه خیلی بحث ارزم بزرگ شما فقط برای ریوارد نهایی هزینه بکنی. و یه نکته هم که هست، مثلا بعد ریوارد دیزاین اتفاقی که میفته اینه که شما فرضاً به پروکسی ها ریواردهای خیلی زیاد میدید. حالا مثلا این کد این رو فکر کنم MDQN یک بود. بیایم اینجا من اینو طراحی کردم حالا با الگوریتم DQN که دیپ کیو نتورکه و بعد طراحی کردم و اتفاقی که افتاد این بود که حالا بریم ببینیم اگه این همین جوری که بود ران بشه، می‌بینیم که ایجنت به جای اینکه بره دنبال هدف نهایی، NPC هم کاری که میکنه اینه که فقط دور خودش تاب میخوره. چرا؟ چون ما پروکسی، مثلا پروکسی یعنی یه چیزی علاوه بر هدف نهایی رو، یه ریواردی علاوه بر ریوارد نهایی رو ما بهش
مقدار زیادی دادیم یا ریوارد نهایی رو کم طراحی کردیم یا اینکه مثلا خوب طراحی نکردیم اتفاقات افتاده. الان اینجا داره ترین صورت میگیره، در ادامه بیشتر توضیح میدم. ترین برای چی صورت میگیره؟ به خاطر اینکه DQN یه شبکه عصبی داره، باید ترین بشه و در 350 تا اپیزود انجام میشه و حالا شاید نباید مثلا الان اینو می‌آوردم بعد مثلا جلوتر میگفتم، ولی خب حالا کلا یه کلیتی میبینیم و مثلا نگاه بکنید. من حالا خودم قصدم این بوده که یک همچین گریدی رو داریم، هدف نهایی این بوده که اشتباه کردم عکسشو نیاوردم تو ارائه ها هستم، ولی یک میزی ما داریم اینجا. ام پی سی مون این قرمز است، این آبیه مثلا پلیر، ولی خب الان فیکسه چون مدل پیچیده است، مدل سخت میشد یعنی می‌خواستیم ایجنتش بکنیم. حالا فرض کنید که یه میزیه، یه مازیه به قول دوستان، یه چه می‌دونم هزار توییه که باید این قرمزه بره دنبال این آبیه و برسه به اونجا، برسه به اون پوزیشن. مشکی ها هم مثلا وال هستن، دیوار هستن که بخوره بهشون نمره منفی میگه، ریوارد منفی. ما ریوارد دیزاین رو اگه توی لاگ ها نگاه بکنید انقدر بد بوده که حتی در نهایت، حتی در اپیزود 350 و 349 از صفر شروع میشه، 350 هم که ترین شده ریواردش منفی 241 بوده. چه اتفاقی افتاده؟ ما چند تا کار ممکنه کرده باشیم که این بحث اتفاق افتاده باشه. یا ریوارد نهایی رو خیلی بهش کم دادیم، یا اینکه ارزم بزرگ شما ریواردهای نگاتیومون انقدر زیادن که مدل به قولی بدبین میشه، مدل از حالت اپتیمیستیک خارج میشه، از حالت خوشبینی خارج میشه و حالا ایجنت و مدل اینا، من اینا رو به هم به کار میبرم. مدل هم خیلی اشتباه نیست، منم همون یادگیری تربیتی رو مثلا بیشتر میگن مدل، خب حالا بهتر که بگیم ایجنت انقدر مثلا ریواردهای نگاتیوش بالاست که اصلا نمیفهمه هدف نهایی چیه. مثلا من شاید برخورد کردم به وال و اینا رو، دیوار اینا رو مثلا زیاد بهش نمره دادم، حالا من نمره منفی دادم، نمیدونم حالا چقدر دادم، ولی تو مثلا بقیه الگوریتم خیلی کمترش کرد. یا حرکت کردن، استپ برداشتن رو شما اینو مثلا براش ریوارد منفی میذارید که این ام پی سی شما حرکت کنه برسه به هدف با کمترین قدم ها. خواهی نذارید چی میشه؟ اصلا از جاش تکون نمیخوره. حالا این برداشتمون چیه؟ اینه که ریوارد دیزاین ما بد بوده و این ایجنت ما چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که خب اگه من فقط سر جای خودم عقب جلو بشم، پوان یا بحث ریوارد تجمیعی یا توتال ریوارد نهایی بیشتری میگیرم و این پالیسی رو یاد گرفته که به جای اینکه برسه به این نقطه آبی فقط داره عقب و جلو میشه. به این موضوع میگن چی؟ به این موضوع میگن ریوارد هکینگ. ریوارد هکینگ چیه؟ ریوارد هکینگ زمانی اتفاق میفته که شما نمیتونی ریوارد رو درست بگیری و اتفاقی که میفته اینه که ایجنتت یک کار دیگه ای میکنه به جای اینکه بره دنبال هدف اصلی. این اتفاق اینجوری میفته. و دو مدل هم ریوارد داریم، پاداشهای دنس یا فشرده یا اسپارس یا مثلا حالا تونوک، که به چه صورتی هستن؟ اینجوری هستن که ریواردهای اسپارس یا تونوک اینجوری هستن که فقط وقتی که تسک تموم بشه یه ریواردی به ایجنت داده میشه. ریواردهای از اون طرف دنس یا فشرده اینجوری هستن که نه، حتما اپیزودها یا تسک نباید تموم بشن. شما میتونید که بیاید و اینجا چه اتفاقی بیفته و برای هر حرکتی که میکنه یه ریوارد بدید. ما تو کدومون هم خب همین کاری کرده دیگه، این اتفاق افتاد. و مثلا حالا اینا من اینجا آوردمش، مثلا همون بحث اپیزود بود که میگفتم توی کد 350 تا اپیزود تعریف کرده بودیم برای این که یادگیری انجام بده، یعنی 350 تا سیکل داشت که یادگیری بکنه. بعد حالا همون هم یه چی داشت، هر کدوم از اون 350 تا هم یه ماکسیموم استپی داشت که 80 تا بود، یعنی حتی اگه به هدفم نرسید این 80 تا استپ رو اگه رفت، قدم ها رو برداشت چپ راست شد، این تموم باشه، تا بعد دور خودش نگرده. این هم حالا چیزی بود که تو کد قبلی بود و الان عملی دیدیمش. و حالا مثلا نگاه کنید، من ریوارد 500 گذاشته بودم ولی ریوارد خیلی زیاد بود، بعدم زیاد باشه ولی نتیجه نگرفتم. حالا مثلا یه اشتباهی کردیم الان دارم میبینم فیل ریوارد گذاشتم منهای اصلا فیل رو الان دارم فکر می‌کنم نباید بذاریم، معمولا خوب نیست که فیل ریوارد بزنیم چون از همون اول تاثیر منفی میذاره روی ایجنت شما، چون ایجنت شما در مراحل اولیه یادگیری بیشتر اکسپلور میکنه، بیشتر جستجو میکنه، اکشن های مختلف رو امتحان میکنه و زمانی که هی توی سیکل های مختلف
به هدفش نرسه این منفی 100 بگیره چیکار میکنه؟ همین بحث ریوارد تکینگ اتفاق میفته. نکنید مثلا همه چیزامون منفی 200، همه ریوارد نهایی منفی 40 چند منفی آخرش هم اصلا شده منفی 241. خب پس این اصلا ریوارد خوبی ما نداشتیم. یک چیز دیگه هم که از حالا بگم خیلی صحبت طولانی شد اینه که شما اصلا اپیزودهاتون رو زیادتر بکنید. اپیزودهای ترینتون رو که زیادتر بکنید، مثلا به جای 350 تا مثلا بذارید چه میدونم 500 تا بذارید 1000 تا، این میتونه باعث بشه که یادگیری بهتر بشه توی حالا مثل اپوک های یادگیری ماشین و دیپ لرنینگ و اینا بودن و همچنین تأثیری میتونه بذاره. بعد دیگه ارزم به حضور شما حالا دنس ریوارد داشتیم گفتیم که برای ایجنت یادگیریش راحت تره، به خاطر اینکه چی میگن اشاره های بیشتری بهش میکنه، راهنمایی ها، حالا اشاره به حرف درست نبود، راهنمایی های بهتری میکنه به ایجنت و از این لحاظ بهتر، ولی خب اسپارس هم بیان کردنش ساده تر هستش و کلا معمولا همه روش ها از همین دنس استفاده میکنن. چرا؟ چون شما دنس استفاده نکنی یعنی صبر بکنی تا اصلا یا اپیزودها تموم بشه یا به هدف برسه بخوای یه چیزی بدی، یه ریواردی بدی، خب یادگیری دوچار مشکل میشه دیگه. ما در همین مثال خودمون همین اتفاق مایی که حالا مثلا دنس ریوارد هم داشتیم میدادیم به ایجنتمون، به این مشکل برخوردیم و حالا چه شکلی جلوگیری بکنیم از ریوارد هکینگ هم که گفتیم فاینال گول رو خیلی ریواردش رو ببریم بالا. ما 500 بود جواب نگرفتیم به خاطر اینکه همون ریوارد فیلمون هم خیلی زیاد بود. تایم رو جریمه براش حساب بکنید که سریعتر بره دنبال هدف. هم گفتیم که دوش تاپ نخوره مثل همین ایجنت ما. و اینکه پروکسی ها رو بیش از حد ریوارد بهشون ندید. پروکسی مثلا چی؟ مثلا نزدیک شدن. من حالا تو همین کد هم از فاصله منحتن استفاده کردم برای اینکه روی صفحه شطرنجی فاصله تا هدف رو حساب بکنم و هر چقدر فاصله به هدف نزدیکتر باشه ریوارد بیشتر میگیره. ولی خب اگه این خیلی زیادتر باشه چه اتفاقی میفته؟ ایجنت یاد میگیره که بره نزدیک هدف فقط هی چپ راست بشه. و اینم از این تا اینجا. اگه سوالی هست در خدمتم. خب احساس میکنم بحث خیلی تئوری شد. حالا ببخشید دیگری خیلی تئوری شد متاسفانه. 3 مدل کدام داریم حالا در ادامه ببینید، ولی این پیش زمینه ها رو باید میگفتم حالا چون کلا پیش فرض این بود که یادگیری تقویتی بیایم مثلا آشناییتی داشته باشیم از بیسش ببینیم چیه. بعد بحث دیگه هم که خیلی مهم هست توی دیزاین کردن ایجنت هاتون، طراحیشون و پیاده سازیشون، بحث معامله یا ترید آف بین اکسپلوریشن و اکسپلویتشن. اکسپلویشن یا اکسپلویت کردن، بهره برداری کردن و جستجو کردن. بهره برداری کردن یعنی چی؟ یعنی که شما یک سری اکشن هایی رو یاد گرفتی و میدونی چه نمره چه ریواردی به شما میدن، همون ها رو میری انجام میدی. اکسپلوریشن یعنی چی؟ یعنی که شما اکشن های جدید، فعالیت های جدید رو ایجنتتون در استیت هایی که هست تست میکنه، امتحان میکنه تا ببینه که چه ریواردی بهش میگیره. و 100% ما باید اکسپلوریشن داشته باشیم در مدلمون. نمیتونیم خیلی به صورت گریدی یا حریصانه به این قضیه نگاه بکنیم. اگه بیش از حد اکسپلوریشن یا جستجو داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ ایجنت ما میاد و کلی وقت تلف میکنه. متاسفانه باعث میشه که توان پردازشی یا حالا به قول معروف کامپیوتیشنال ریسورس ما رو مصرف کنه، منابع پردازشیمون رو، زمانمون رو، مموریمون رو، اینا رو خیلی مصرف میکنه. از طرفی اگه بیش از حد وابسته به بهره برداری بشه، اون توتال ریوارد نهایی هیچ وقت بهش نمیرسه، فقط توی ریوارد های محلی یا لوکال میمونه. من یه چیزی هم بگم، حالا متأسفانه در اسلاید ها نیاوردم، یه الگوریتمی بود ما داشتیم توی بهینه سازی به نام گرادیان دسنت و کاهش گرادیان، الگوریتم کاهش گرادیان. حالا اینم الان براتون آوردم. کاهش گرادیان چی بود؟ ربطی هم به یادگیری تقویتی نداره. حالا یه مثال کلی میخوام بزنم ربطش بدم به یادگیری تقویتی. ما چیکار میکردیم؟ ما مثلا یه تابعی داشتیم، یه معادله‌ای داشتیم، مثل دیتا ست داشتیم، مثل دیتا پوینت داشتیم، همینجوری نمیدونستیم اینا مثلا
مقدار حداقلی این تابع ما چیه، چه زمانی مینیمم اکسترموم های تابعمون رو نمیتونیم رسیم. تو ریاضیات و جبر و اینا اکسترموم ها داشتیم که مثلا چه زمانی بود، مثلا زمانی که مشتق صفر میشد مثلا میگفتیم این مینیمم تابع. حالا تو مثلا توی دانشگاه یا تو ریاضیات دبیرستان این به چه صورت بود؟ تابع های خطی یا در نهایت خیلی زیاد خواستن بشن تابع های مثلا تواندو درجه 2 به ما میدادن. خب اینو شما مساوی صفر میذاشتی به دست می‌آوردی. اما شما مثلا یه زمانی یه سری دیتا ست خیلی پخش و پلا داری، یه سری صفحه داری مثل این عکسایی که داری میبینی، میخوای مینیمم اینا رو به دست بیاری. خب میخوای مینیمم اینا رو پیدا بکنی و ببینی که چه شکلی. حالا مثلا این عکس بهتری ولی فکر نکنم خیلی واضح باشد. اینا ببینیم. آره شما میخوای این مینیمم رو به دست بیاری و هدف چیه؟ هدف مثلا توی این صفحه ها اینه که مینیمم گلوبال صفحه رو به دست بیاری. مینیمم گلوبال با مینیمم لوکال تفاوتش چی بود؟ مینیمم گلوبال حداقل ترین مقدار بود. شما می‌خواستی چی رو حداقل بکنی؟ میزان خطات رو می‌خواستی حداقل بکنی، بهینه بکنی. و این الگوریتم میومد چیکار می‌کرد؟ میومد حالا شما یه سری لرنینگ ریت مثلا تعریف می‌کردی خلاف جهت گرادیان مثلا این ضابطه چند جمله‌ای میشه دیگه این صفحه حرکت میکرد بر اساس لرنینگ ریتی که شما داشتی، گامی که داشتی. مثل این بود که شما روی یک درون یک کوهستانی هستی، میخواین برسید به پایین ترین نقطه، قدم به قدم میایید جلو، حالا بستگی به تعداد قدماتون داره و هر جا که همینطور هی از جایی که هستید میخواین پایین ترین نقطه رو پیدا بکنید. اتفاقی که میفته اینه که ممکنه شما درون چی میگن به قول معروف اپتیموم لوکال گیر بیفتید. یعنی چی؟ یعنی یک جایی که محلی باشه، یه جایی که گلوبال نباشه، حداقل بهینه قولی برای لوکال باشه و در کلی ضابطه نباشه. این رو ما درون همین داستان یادگیری تربیتی هم به نوعی داریم. یادگیری تربیتیمون چیکار میکرد؟ کاری که میکرد این بود که شما هم همین اکسپلور کردن رو مثل گرادیان دیسن داری، ولی به چه صورت؟ توی همین گرادیان دیسن اگه لرنینگ ریت خیلی پایین باشه زمانت رو میگیره، خیلی آروم آروم حرکت میکنی. اگه خیلی زیاد باشه ممکنه بپری و جامپ بزنی از روی مینیموم گلوبال. این هم همین صورته. اگه شما اکسپلوریشن رو خیلی زیاد داشته باشی باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ خب خیلی زمان طلب بشه. ولی اگه بهره برداری هم خیلی زیاد داشته باشی باعث میشه که گریدی بشی، از اون طرف حریصانه دنبال بکنه ایجنت و فقط به دنبال ریوارد های لحظه یا ایمیدیت ریوارد باشی، مثل همون مثالی که من بهتون نشون دادم و دقیقا فقط توی یه جای بحث نقطه اپتیمال به قولی لوکال گیر کرده بودیم. حالا ما باید چیکار بکنیم اینجا توی یادگیری تربیتی؟ ما باید از روشی به نام اپسیلون گریدی متد استفاده بکنیم. اپسیلون برامون چیکار میکنه؟ اپسیلون میاد و خیلی کار راحتی برامون انجام میده. یعنی چی؟ یعنی که شما با احتمالات کار میکنی. اپسیلون احتمال اینه که شما اکشن های جدید رو امتحان بکنی و در اوایل بحث ترین و اینا، بحث حالا سیکل های اولیه، اپیزودهای اولیه ترین کردن و آموزش دادن ایجنتتون، شما مثلا اپسیلونتون مثلا 99 مثلا. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه 90% احتمال داره در این استیت اولیه، در این اپیزود، حالا نه در این استیت، کلا در این اپیزود، حالا همه استیت های این اپیزود، ایجنت شما بره دنبال جستجو کردن، اکسپلور کردن چیزای جدید امتحان بکنه و چه شکلی به دست میاد؟ یک منهای اپسیلون هم میشه احتمال این که کارهای که از قبل میدونه چی یا فهمیده چی رو انجام بده، یعنی همون در واقع بهره برداری رو برای ما انجام بده. و این خیلی الگوریتم خیلی خوبیه، یه متد خیلی خوبیه که حالا در گذر زمان هم شما یه بحثی داری به نام اپسیلون دیکی که بحث تلف شدن اپسیلونه که به مرور زمان اینو کم میکنی. حالا یا میتونی به صورت یه تابعی داشته باشی که کمش بکنی، یا به صورت خطی هی دائما هی مثلا یه دهم کمش بکنی. میتونی نه یه رابطه‌ای داشته باشی که اپسیلونت رو بذاری یک به روی اپیزود هات اینجوری کمش بکنی و این حالا روش خیلی بهتری.
اینو حالا در ادامه میبینیم. توی کدام من اتفاقا آوردم که توی لاگ ها نشون میده که اپیزودتون چنده، در حالا همون اپیزودی که داره میره جلو. ما یه الگوریتمی داریم به نام الگوریتم کیو لرنینگ، یه الگوریتم کلاسیکیه در یادگیری تقویتی که با کیو ولیو کار میکنه و همینطور هم با اکشن ولیو کار میکنه. حالا اینا رو ببینیم چی هستن اصلا. کلا ولیو فانکشن ها چی هستن؟ ولیو فانکشن ها یا همین وی استیت چی به شما میده؟ میگه شما چقدر خوبه که در این استیت باشی. اگه چیکار بکنی؟ اگه اینکه مثلا بیای و فرضش اینه، فرض کلیش اینه، مثلا نیست، فرضش اینه که بیای و بهینه ترین یا اپتیمال ترین اکشن رو انجام بدی. این چقدر نمره داره، چقدر ریوارد داره برای شما. این خیلی ساده بخوایم بگیم میشه VS. یه رابطه ای هم داره، رابطه‌ش اینه که با دیسکانت فاکتور حساب میکنه و این چیز گاما دیسکانت فاکتوری که یعنی چقدر به آینده نگاه میکنه، چقدر براش مهم آینده. میتونه بین 0 تا 1 باشه، 1 یعنی خیلی به آینده نگاه میکنه، 0 یعنی نه اصلا کاملا گریدیه. آرم که ریوارد در همین لحظه است. و حالا خیلی تو این داستان نمیریم، میخوایم بریم روی کیو لرنینگ. خیلی طولانی شد بحث تئوری. و یکی هم دیگه هم اکشن ولیو فانکشنه که کیو اس آ. یعنی چی؟ یعنی که ولیویی که شما در این استیت هستی و فلان اکشن رو انجام میدی و میای اینجا. یعنی باز هم بحث مورد انتظار دیگه، بحث ریوارد expected cumulative ریوارد رو اینجا برای شما نمایش میده و میگه که چی؟ میگه که اندازه‌گیری میکنه که چقدر خوبه که ما توی این استیت اسی که هستیم این اکشن آر انجام بدیم. خیلی خلاصه شما همین رو فقط متوجه بشید کافیه دیگه. والا به این رابطه بلمن و این چیزاش هم کاری نداره. ما توی کیو اس ها می‌خوایم ببینیم چیه داستان، می‌خوایم ببینیم که چقدر خوبه که ما توی این استیت این اکشن رو انجام بدیم. قبلیش چی بود که فقط چقدر خوبه که توی این استیت باشیم. حالا شما به این عمل بکن، من دیگه کار ندارم اکشن چی، شما به این فقط عمل بکن. تفاوتاش اینه که اکشن ولیو برای انتخاب اون ویژگی ها استفاده میشه. ما این میگم ویژگی انتخاب عمل های اکشن ها استفاده میشه. ما این همه میگیم ایجنت اکشن انتخاب میکنه، فلان میکنه، چه میدونم اکسلریشن چیه، بهره برداری چیه، چه میدونم دیگه اپسیلون چیه، اپسیلون دیکیت چیه. همه اینها برمیگرده به چی؟ به همین اکشن ولیو که خب حالا این نمرش چه شکلیه، ما چقدر خوبه این حرکت رو انجام بدیم. این اکشن ولیو به ما کمک میکنه که ما این حرکت رو انجام بدیم و انتخاب درستی داشته باشیم و اینجا برای ما به درد میخوره. ولی خب VS یا value estate هم خیلی به این معنی نیست که بد باشه، به این معنیه که برای اندازه‌گیری یا چی میگن ارزیابی پالیسی استفاده میشه که خب الان تو این وضعیت باشه خوبه یا نه. یعنی مثلا همون ریواردا بود تو مثال نشون دادم، مثلا اگه بری توی پوزیشن که مثلا چه میدونم جواب میزت هست، جواب چه میدونم 1000 توت هست، این مقدارش چنده، حالا تو اپتیمال رو انجام بده، کار به این نداریم. کیو لرنینگ چیکار میکنه؟ کیو لرنینگ میاد و یک جدولی رو یاد میگیره، یک کیو تیبلی رو یاد میگیره که درونش چی قرار گرفته. اینه که همین اکشن ولیو ها درونش قرار گرفتن و به ما چی میگن؟ به ما میگن که شما چقدر خوبه که در این استیتی که هستی این اکشن رو انجام بده. در واقع داره یه ماتریس یاد میگیره و این اکشن ولیو رو همینطور هم داره آپدیت کنه. در توی فرمولش مساوی نذاشته، یه فلش گذاشته، یعنی آپدیت میشه. اینم همون بلمن همون بالایی تقریبا، یعنی دقیقاً همون دیسکانت فاکتور و ریوارد لحظه‌ای و اینها درونش هست. و در خیلی ساده بگیم چیکار میکنه، در واقع نیو ولیو ها رو اینجوری حساب میکنه که میشه نیو ولیو همون ولیو قبلی به اضافه مثلا کارکشن یا تصحیح شدهش میشه و جدول یاد میگیره. خلاصه روش خیلی افکتیوی نیست از لحاظ منابع محاسباتی، مثلا مموری، مثلا اسکیل پذیری و اینا. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدیم. جدول داره. کلا به این روش میگن تابیولار متدهای جدولی کیو لرنینگ. تو نمیدونم یه مثال با هم دیگه میبینیم کلا چه شکلی یادگیری اتفاق میفته توی هر
قدم ایجنت این کارو میکنه، به استیت الانش کارنت استیتش نگاه میکنه، یه اکشنی انتخاب میکنه بر اساس همون کیو تیبل جدولی که یاد گرفته و بعدش حالا مشاهده انجام میده. چی رو مشاهده میکنه؟ ریوارد رو مشاهده میکنه، حالا مثبت منفی هر مقداری که گرفته، و بعد از اون هم و همینطور هم نکست استیت رو نگاه میکنه. بعدش چه اتفاق میفته؟ آپدیت اتفاق میفته. با چی؟ با همین رابطه من این آپدیت اتفاق میفته که خیلی ساده بخوایم بگیم همینه که اینجا نوشتم، یعنی نیو ولیو میشه اولد ولیو به اضافه کالکشن اینجا صورت میگیره. اینم بگم بریم روی کد کیو لرنینگ ببینید داستانش از چرا تبیولار متد یا متدهای جدولی اسکیل پذیر نیستن. به خاطر اینکه خیلی ساده یه چیزی که هست اینه که استیت اکسپنشنه. یعنی چی؟ یعنی وضعیت ها نمیتونن گسترش پیدا کنن زیاد. من این مثال یه چیز ریاضی به شما بگم. شما فرض کنید که همون مثال که زدم اون اول توی مارکوف دیسیژن پروسس بود، این چارت چند تا استیت داشت؟ 4 تا استیت داشت. 4 تا استیت هم حالا به هم دیگه راه داشتن دیگه. 4 تا، یعنی فضای کلا حالت شما مثل آمار بخوایم بگیم فضای استیت های شما چند تا میشه؟ 4 تا میشه 16 اینجوری. حالا شما یه ردیف اکشن بهش اضافه کن. حالا مثلا برای هر کدوم از اینا مثلا 3 تا مثلا بیاد، یا مثلا 10 تا فرضاً، یا مثلا 4 تا یه چیز دیگه بیاد، 4 تا اکشن بیاد، میشه 4 ضرب در 4 ضرب در 4. حالا شما این همین مثال 1000 توی ما رو نگاه بکنید، مثلا 10 در 10 بکن 10 در 10 دیگه، حالا تقریبا 10 در 10 شما چی داری؟ شما یه جدولی داری، این 10 در 10 رو داری. خب دیگه به غیر از این چی هست؟ استیتت فقط همین 10 در 10 مازه نیست، این 10 در 10 هست پوزیشن NPC هست که میخواد بره پلیر رو کچ بکنه، پوزیشن خود پلیر هم هست. خب پس چی شد؟ یعنی 10 در 10 ضرب داره حالا مثلا اون یه پوزیشنی که حالا یه دونه از ضرب داره یه دونه دیگه و 4 تا هم اکشن داری. یعنی تقریبا حالا این مثال رو حالا نمی‌حساب بکنید اینجوری میشه دیگه. همینجا حداقل 400 خورده 400 آره 400 خورده میشه استیت هاتون توی هر یک همین مثال ساده. حالا این جدول شما می‌خوای اکشن هات رو خیلی ببری بالاتر، استیت هات رو ببری بالاتر، نمیشه، اصلا نمیشه اینا رو یاد بگیره. اینجوریه. بعد یه نکته دیگه که هست، تابیولار متد ها مثل کیو لرنینگ فقط در فضای گسسته کار میکنن، در فضایی که اکشن هاشون فیکسن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا پایین میری، بالا میای، چپ میری، راست میری، اکشنات فقط همین هاست، فقط همین هاست و از همین اکشن به طور به طور قطعی میری به اکشن بعدی. این چیزیه که واضح، چیزی که ثابت. ولی در صورتی که مثلا این مثال دیگه که ما زدیم مثل همون ماشین خودران، اون چه شکلی کار میکنه؟ گفتیم که اکشن هاش کانتینیوسه. اون میاد و اینجوری کار میکنه که چی؟ میاد و مثلا شما میخوای فرمون رو بچرخونی، خب مثلا چندین درجه داره دیگه، از 0 تا مثلا چه 360 مثلا دو دور میتابه 2 تا 360. خب این نمیتونه این رو هضمش بکنه. چرا؟ چون استیت خاصی بعد از اون نیست، معلوم نیست. شما باید رو تخمین بزنید. تو دیپ لرنینگ یا دیپ ریینفورسمنت لرنینگ ما می‌بینیم که شبکه عصبی میاد اون رو برای ما تخمین میزنه. یا فرضاً دیگه چی داریم؟ مثلا همین رانندگی ببینید، استیتش فقط فرمون ماشین نیست که هم فرمون ماشین هست، در کنارش همون گازی که شما حالا میرید، حالا چقدر گاز بدید به خودروتون، چقدر حالا ترمز بگیرید، بیرونش هست، حالا مثلا به یه ویژنی هم وصله، مثلا آبر پیاده هست نیست، پشت ترافیک هست نیست، نمیدونم چقدر با جلوی فاصله داره. همه اینها با هم که یه ماتریس، یه چند یه تانسور به قول حالا ریاضی دونا، یه تانسور چند بعدی خیلی وحشتناک میشه. خب اصلا اینو نمیشه بیانش کرد. اصلا کلا هم چیزایی که به قول معروف اسکیل پذیر نباشن رو نمیتونه کیو لرنینگ ازش استفاده بکنه. و حالا خلاصه اینو نمیشه به این دلایل اسکیلش کرد و بحث ترینش هم مطرحی که باعث میشه یک مقداری کند باشه. ما حالا بریم روی این کدش رو کجا داشتم، کیو لرنینگ فکر میکنم همین بود. ما اینو یه خروجی ازش بگیریم.
خب این خیلی لایو داره اینجا به شما نشون میده. البته این نیست، نه، آها اون یکی بود، ببخشید من اینو اشتباه زدم. این از قبل پری ترین بود، خودش جواب میتونستم میرفت جلو. این بود. خب ما این نگاه به لگا بندازیم اینجا. من چی نوشتم اینجا براتون؟ حالا این تصویر ماز ما رو اینجا نگاه میکنید و سردرگمی NPC که حالا در شاید اولش داره میچرخه. ما چند تا اپیزود براش ست کردیم، کیوب لرنینگ هم از 200 تا اپیزود براش ست کردیم. ماکسیمم قدم هایی که میتونه برداره گذاشتیم چند؟ گذاشتیم 100 تا. حالا هی این 100 تا شغل باید انجام بده تا بتونه تا تمامش بره اپیزود بعدی. لرنینگ ریتش گذاشتیم 2 با زیاد کردنش سرعت یادگیری میشه بالاتر. همون آلفا توی گرادیان دیسنت هم بود، ولی مشکلی که داره اینه که ممکنه که مقدار بهینه رو یا عملکردهای بین اکشن های بهینه رو پیدا نکنه. دیسکانت فاکتورمون هم 95 گذاشتیم یا 95 صدم گذاشتیم که در طول زمان با آینده خیلی نگاهش بالاست. خب اپیزود 0 تموم شد. اپیزود 1 نگاه میکنیم که همون بحث اپسیلون دیکی یا چیز رخ داد اینجا، پوسیدگی یا تلف شدن اپسیلون. حالا اینجا 5 داره کم میشه. اپیزود هم همینطور حالا ریوارد کم و زیاد میشن تا برسه به مرحله بعدی. کلا نگاه میکنید خیلی هم کند انجام میشه. حالا در مقایسه با کد بعدی که نشونتون میدم که دیپ لرنینگ، اون خیلی سریع بحث یادگیری رو انجام میده و لابارم همینطور. حالا که این هم خیلی طول میکشه ولی به صبوریش میارزه. خلاصه کلا حالا این کیو لرنینگ اینجوری جلوتر که میره همینطور هی ریوارداش خود به خود بیشتر میشه، از حالات منفی میاد پایینتر. و من این استیت نهایی هم 0 گذاشته 100 گذاشته بودم که برسه اینجا یه بار همه این منفی ها رو جمع میکنه به عبارتی. خب دیگه اون روش دیپ کیو نتورک هم بگم و یه مثال هم بزنیم دیگه استارگرام هم اتفاقا تموم شد. حالا دیپ کیو نتورک چه شکلیه؟ این همونطور که توضیح دادم، شما وقتی که اکشن هاتون زیاد میشن، فضاتون زیاد میشه و استیتاتون زیاد میشن، دیگه باید چیکار بکنید؟ نمیتونید حفظ بکنید این استیت ها، باید چه حرکتی انجام بدید؟ باید تخمین بزنید. قول معروفی باید اپروکسیمیت بکنید اینها رو. دیکیو چیکار میکنه؟ میاد کی ولیو ها رو که ما هم در مورد صحبت کردیم میده به یه شبکه عصبی. اون شبکه عصبی برای تمامی اکشن های ممکن یا پاسیبل اکشنز میاد و برای هر کدومشون یه خوبیتی، حالا مزیتشون رو نشون میده و میگه که خب حالا هر کدوم رو انجام بدید چه فایده‌ای داره، چه خوبی داره، کدوم رو باید انجام بدید. برای همین خیلی مفید میشه. توی جزئیاتش هم حالا خیلی نمیریم و بریم ببینیم کدش چه شکلیه. خب از پایتورچ استفاده میکنیم چون دیپ لرنینگ رو شبکه عصبی داریم. بالا torch.nn هم که شبکه عصبیشه و torch.optim هم که برای بهینه سازی هستش رو. پایگیم هم که همین بحث ویژوال میز و اینامون رو برامون آورده بالا. اینجا من یه حرکتی که زدم، خوبی که داشت این بود که اومدم و اون هدفمون رو زدم که به صورت رندوم حرکت بکنه. یعنی دیگه واقعا مثل بازی فرضاً پکمنی چیزی بشه که شروع بکنه به حرکت کردن و بره جلو. ببینید داستان چی. حالا اینجا نگاه کنید چقدر اپیزودها سریع‌تر میشن، میرن جلو، ریوارد سریع به شما میده و همینطور هم اپسیلون داره کمتر میشه. چند تا اپیزود ما اینجا داریم؟ 500 تا 800 تا اپیزود داریم. اینجا نوشته بودمش، آره 800 تا اپیزود داریم و تعداد استپ هامون هم بردیم بالا. به جای 100 تا کردیم 150 تا. اون که تو کد نشون داده بودم هی داشت برای خودش آروم میتابید و اینا 100 تا بود و خود آدم سر میبرد. ولی خب این با 150 تا چقدر سریع داره ترین میشه. الان شاید زیر مثلا 3 دقیقه دیگه کامل ترین میشه و شما ببینید که داستان چیه. اگه نگاه بکنید به ریواردا آروم آروم دارن مثبت میشن و منفی بینش میندازه ولی در نهایت شما یه مقدار خیلی بهتری میگیرید. اپسیلون هم که داره میبینیم که همینطور به مرور زمان داره کمتر میشه و این هم همون کد اولیه بود که نشون دادن. کد که نمیده، همون ساختار کلی آموزش و یادگیری بود. در اون این یادگیری تقویتی که یه حلقه فوری که به ازای اپیزوداتون حالا درش می‌نویسید، فاصله که من
به صورت منحتن اجرا کردم. ولی یادگیری خودم حالا اول فاصله اقلیدوسی بود و اینا خیلی جواب نمیداد، مثلا از تو دیوارم می‌خواست رد بشه، فاصله مثلا حساب که میاد کنار دیوار فقط چپ باز میشه. و الان این بیاد بالای 800 تا و می‌بینیم که داستانش به چه صورتیه. خب این الان رو افتاد، این آبی به صورت رندوم داره حرکت میکنه، قرمز نه، قرمز یادگیر، قرمز ایجنته. الان ما اینجا تو مثالا هم بهتون ریبارت هکینگ نشون دادیم، هم کیو لرنینگ که حالا مثلا هدف این بود که طولانی بودنشون نشون بدیم، هم دی کیو رو نشون دادیم که دیپ لرنینگ کارا سریعتر انجام میشه و چقدر تسکیه بهتری شما میتونید پیاده بکنید. امیدوارم کلا یه دید کلی از این داستان یادگیری تربیت اینا دستتون اومده باشه که چه شکلی و اینا. حالا می‌خواستم حالا تو راه هم نیوردم تو اسلاید اینکه حالا آیندهش چه شکلیه، چیکارا دارن میکنن اینا بگم. و خب حالا یه چیزی که برای خودم جالب بود این بود که یک سری LLM ها هم به عنوان حالا یه چیزی، یه پروکسی که برای یادگیری استفاده میکنن، همین یادگیری تقویتیه. مثلا تو اخبار اینا داشتم میدیدم، نمیدونم تو خبر خوندی، مثلا دیپسیک یا یکی از مدل‌های دیگه مثل حالا کلودیو اینا بدون اینکه ازشون خواسته بشه تو پرامپتشون یا حالا یه روشی یا یه گیمی بود یادم نمیاد چی بود و اینو با تقلب حل کرده بود. بعد خیلی سرصدا کرده بود از لحاظ اخلاقی و اتیک و چه می‌دونم که مثلا آینده به چه سمتی داره میره، ولی بعدش معلوم شد که نه، خب اینا با یادگیری تقویتی هم در کنار LLM ترین شدن و اینجوری خودشون چیز بهینه رو، اکشن بهینه رو پیدا میکنن و به جواب میرسن و از این لحاظ خیلی جالبه. من خیلی وقت پیش چنل یوتیوبی رو میدیدم که همینجوری NPC طراحی میکرد با reinforcement، که مثلا یکیش این بود که یه ماشینی بود میخواست بره جای پارک پیدا کنه، پارک کنه، یکی یه چند تا کاراکتر بودن که باید از اون موانع میپرد. من خیلی برام جالب بود که بدونم پشت صحنه‌اش چه اتفاقی میفته.